گاهی اوقات به این دکمه نگاه میکنم، از خودم میپرسم من واقعا یه گیمرم؟ نمیدونم. از اون بدم میاد. این دلیل کافیه؟ نمیدونم. شاید باید از دوست قدیمیم ژاکلین کمک بگیرم. خوبی دختر. کمک؟ خب من و ژاکلین چند تایی بازی با هم تمام کردیم. یه چند تایی کافی نیست. ما با هم دیگه نیو پلات کردیم. کافی نیست. ما با هم بلادبورن هم پلات کردیم. کافی نبود. ما با هم دیگه سکیرو هم پلات کردیم. کافی نیست. ما سعی کردیم. کافی نیست. ما خیلی با هم دیگه سعی کردیم. کافی نیست. اینجا خیلی سعی نکردیم. کافی نبود. 2 بار ویچر رو پلات کردیم و کاملا ارزشش رو داشت، ولی کافی نبود. و اشتباهاتی هم توی این مسیر کردیم که آره، و همه این تجربه کافی نبود. میدونین بقیه ویدیو راجع به همینه. بازی که باعث شد به همه چی شک کنم. Fear and Hunger. خب فکر کنم وقتش شروع کنیم. همون چند دقیقه اول میتونستم بگم همه چی مشکل داره و یه چیزی عجیبه راجع به ویژوال، راجع به آهنگ و همینطور راجع به رفتارم با موس. میدونی یه تأثیری داشت رو میذاشیم بازی از همون اول. آها، از اون بازی که چی بادم یاد نمیده ولی من بلدم، پس شروع کردم گشتن. بالاخره آیتم به دردی میخوره دیگه، مگه نه؟ همینجوری که داشتم سمت راست بشم میرفتم، بازی و بهم گفت که صدای سگ میاد از دور، ولی من دادم به گشتن چون تنها کاری بود که بلد بودم. آره خلاصه این بازی هیچ دکمه هم بهتون یاد نمیده، همیشه باید خودتون یاد بگیریم و من دارم فقط مثل احمقا رو اینتر میزنم چون کار دیگه ای بلد نیستم. و صدای سگ میاد از نزدیکتر. فکر کنم کم کم وقتش بود که غریزه گیمریم یه چیزی بهم بگه به جز اینکه به اسب لگد بزنم، ولی دیگه دیر شده بود. فکر کنم خودم خیس کردم. من آروم باش، فقط 2 تا سگن تو تمام زندگی واسه این لحظه تمرین کردی. خب یه استراتژی سری تو ذهنم چیدم، گفتم 2 تا دشمن دارم، باید یکیشون رو فلج کنم. دیگه نمیرم بهم حمله کنی. اوکی بهم حمله کرد. میس شد. این بازی کاملا منطقیه. کاملا این بازی اصلا منطقی نیست. نصف اچ پی رفته. کمک. هر بازی یه منطقی داره، فقط نباید به خودم شک کنم. خب تو فلج شدی، دیگه بهم حمله نمی‌کنی. اوکی. آخ نباید به نقشم شک کنم، میدونم دارم چه کار میکنم. 14 تا اچ پی. ها شجاعت. خب من خوششانس ترین آدمیم که میشناسم و آره هنوزم هستم. خب یکیتون که فلجه و الان سر تو رو میزنم و میبرم. میس شد. مردم توسط 2 تا سگ. خب اینجا یه نفس عمیق کشیدم و با خودم گفتم بهتره برگردم سر گنشین، چون میدونین توسط این یا این نمردم. 2 تا سگ منو کشتن. آرامش. فکر کنم باید اینو زودتر میگفتم بچه‌ها، ولی من هومنم. خوشبختم. ببین یه پیشگویی بوده که فردی مرکز یه سری اتفاقاتی باشه. فهمیدی؟ خب اون آدم لگارده. آره و ما هم دنبال اون میگردیم. پس هدفمون آقای برگزیده است، آقای لگارد. و اگه نفهمیدی هدفمون چیه مشکل من نیست. سوال خوبی بود. بی خیال این سوال. خب داشتم میگفتم به سوی بیشتر از لگارد. تقریبا فقط چند دقیقه طول کشید تا یادم بره اصلا چرا اومدم اینجا. دلیلش رو میخواین بدونین؟ چون ترسیدم، چون تاریکه، چون هیولا داره، چون زندگی سخته، چون به هیچی به جز زنده موندن خودم نمیتونم فکر کنم و اصلا لگارد کدوم خریه. ولی یهویی به خودم گفتم چقدر این حس واقعیه و وقتی به این درک رسیدم که من جای گیر کردم که نمیخوام باشم، از خودم پرسیدم که
خب حالا هدفم چیه؟ کجا دارم میرم؟ چه کار باید بکنم؟ اصلا کاری میتونم بکنم؟ و برای من بازی از وقتی شروع شد که رفتم دنبال این سوالا. اوه، بعد مبارزه با کلی چیز بزرگ بالاخره مرد برگزیده رو پیدا کردم. دقیق تر بگم جسدش رو پیدا کردم. راستش فقط خوشحال بودم که دیگه تموم شده، میتونم برم خونه دیگه، دلیلی نداره اینجا باشم. دلیل این اتفاقات هم مهم نیست، اصلا واسم مهم نیست. کسی هم قرار نیست نجات بدم. خب من که قهرمان نیستم، بی خیال. آخه نگام کنید مشخصه. بریم خونه دیگه، ایزی. این بازی هم تموم شد بچه‌ها. اوف چقدر سخت بود. بعد اعتراف کنم واقعا درگیر شدم من این بازی ها. نه چی؟ نه 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 تو نمیتونی کار با هم بکنی. نه نه فرار. دقیقا کاری که داشتم میکردم فرار بود. درسته و بیخیال این پایین نبود که میخواستم. حس میکنم این بازی بهم تیک انداخت. انگار میدونست ترسیدم. نه من قبول نمی کنم. خب یه هدف جدید داریم. اگه زیر 20 دقیقه برسم به لگارد زنده میمونه. اینو از دوستم پرسیدم. پس پیش به سوی لگارد. قبل از اینکه بریم و لگارد رو واقعا نجات بدیم، میخواستم راجع به این بگم که چرا سازنده این بازی نابغه است. اول از همه این بازی رو یه نفر ساخته، ولی خب تنهایی نساخته. میدونم گیج شدین ولی این یه فکته. آخه اسم آدمای دیگه هم آخرش دیدم. آره خیلی جاها باید به معنی واقعی شیر یا خط بندازین، حتی وقتی سیو میکنین که خب باید برای این کار بخوابین و قبلش شیر یا خط بندازین. و اگه شانس خوبی نداشته باشین نمیتونین سیو کنین، و جدا از این که نمیتونین سیو کنین یه اتفاق بدم میفته براتون. البته اگه سکه اضافی داشته باشین میتونین 2 تا سکه بندازین که خب شانستون بیشتر میشه. خلاصه اینجا شانس خیلی مهمه، مثل زندگی واقعی. میدونین یکی از جالب ترین گیم پلی ها رو توی این بازی تجربه کردم. ترن بیسه و میدونم ترن بیس نمیتونه جالب باشه، ولی این بازی نظرتون رو عوض میکنه. برای مثال اگه به اندازه کافی فضول باشین یه کله معلق پیدا میکنین و بوم وقت مبارزه است. به محض اینکه آهنگو شنیدم به خودم گفتم که و صبر کن بذار با هم صحبت کنیم. حس می‌کنم دشمنی نیست که بتونم شکست بدم و ازش پرسیدم بچه کجایی؟ و اون جواب داد با کله معلق اشتباهی در افتادی و شروع کرد به بلوف زدن که خب روی من جواب نمیده. و یهویی دیدم که یه چیزی از تاریکی داره احضار میشه. شروع کردم به حمله کردم ولی فایده ای نداشت. هیولا نزدیکتر شد تا وقتی که مردم. آره مثلا به نظرتون این باهاتون چه کار میکنه؟ یا این؟ یا مثلا این باهاتون چه کار میکنه؟ و مطمئنم نمیخوایم بدونین این یکی باهاتون چه کار میکنه چون خیلی بد بود. یا اینکه اگه بذارین زبون این موجود عجیب مزومورف شده دوزیست کاملا بیرون بیاد چه اتفاقی براتون میفته؟ و همون موقعی که فکر میکنین دیگه چیزی نمیتونه سورپرایزتون کنه با کلاغ آشنا میشین و میخواین بدونین باهاتون چه کار میکنه. آره خلاصه سازنده این بازی نابغه است. نگران نباش شقایق، من ازت محافظت میکنم. 10 بار بهت گفتم من شقایق نیستم. خفه شو. هر دوتون شقایقین و من ازتون مراقبت میکنم. خب قبل اینکه عمیق‌تر بریم توی داستان باید بهتون توضیح بدم که این بازی چرا ترسناکه. برای این مثال باید بریم توی راه پله. فکر کنین طبقه آخر یه ساختمونین و در پشت اون قفله.
فقط میتونیم به سمت پایین بریم. شروع میکنیم به پایین رفتن از پله ها، ولی پله ها تموم نمیشن. پس به بالا نگاه میکنین، چون الان براتون مهم نیست که به در بسته بخورین، فقط میخواین از راه پله بریم بیرون. پس سعی میکنین برگردین بالا، همینجوری پله ها رو بالا میریم، ولی هیچ وقت به جایی که ازش شروع کردین نمیرسین. در واقع شما توی مسیر گیر کردین، نمیتونین به نقطه اول برسین نه به هدفتون. و خب شاید احمقانه به نظر برسه، ولی گوش کنین، این ترس واقعیه. چون ما هم توی زندگیمون توی مسیر زیادی گیر میکنیم، دست زندگی رو میگیریم و توی خیلی مسیر پا میذاریم، چون شاید ما هم یه جورایی بیده رو بسته خوردیم، مثل شروع رابطه، یه مسیر تحصیلی و شغلی، مثل همین ویدئویی که دارم میسازم. و خب هر هدفی که برای این مسیر تصور میکنیم ممکنه یه دروغ باشه که باورش کردیم، و همینجوری بعضیامون توی دانجنی که خودمون ساختیم گم میشیم تا وقتی که زندگی هم دستمون رو ول میکنه و ترکمون میکنه. برای مثال دو تا کال توی بازی هستن، یکی با خشونت و اون یکی با کارهای بد. میتونین قاطیشون بشین که خب پیشنهاد نمیکنم، چون یکیشون اعضای بدنتون رو میگیره و اون یکی رو اگه 2 بار امتحان کنین کنترلتون رو از دست میدین و تا ابد به کارهای خوب میپردازین. آره، اینا نمونه‌های آدمای گم شده توی دانجنن. خب دوباره لگارد رو پیدا کردم و این بار زنده است. خب دیگه درس هم گرفتم، چیزای فلسفی هم در کل دریافت کردم. وقت پایین واقعیه که لیاقتشو دارم. ولی تا میخواستم بگم که عجب بازی سختی بود و اون حرفه صادقانه موقع خدافظی رو بزنم، لگارد برگشت و گفت من هنوز اینجا کار دارم، مرسی نجات هم دادیم ولی باهاتون نمیام. آره. آخه یعنی چی؟ یعنی چی که نمیام؟ یعنی چی؟ خب بعدش میرسیم به شهر خداها، ماهابارا. وقتش یکم باز لور داستانو بگم. ببینین یه سری خدای قدیمی بودن به اسم اولد گادز، بعد به مرور فراموش شدن چون خب قدیمی بودن. بعد یه سری خدای جدید اومدن، اونا هم بعد از این مدت فراموش شدن چون خب نمیدونم کی اینا رو میپرسته. خلاصه برای بار نمیدونم چندم بازی دوباره شروع شد برام. حالا 4 تا باس داریم، یه منطقه جدید داریم که 2 برابر منطقه قبلی اندازشه و این بچه وات؟ تو تازه به دنیا اومدی؟ اومن شاید با هم دیگه بشه، باید انجامش بدیم. نمیدونم اومن داری کجا میری؟ اومن نمیدونی اومن کجا باید بری؟ اومن نمیدونی اومن هیچ کاری نمیتونی بکنی. از راه جای قشنگی اومن باید بری. این شهر مالای تو نمیدونم کجا، باید نجاتشون بدی. نمیدونم کجا. توی شهر اگه این آدما رو دنبال کنین، این آدمای سیاه، به این معبد میرسین و بعد 3 تا سوال میتونین از نیو گادز بپرسین. نکته جالب اینه باید سوالا رو خودتون بنویسین. دوست داشتم راجع به یکی از شخصیت‌های بازی هم صحبت کنم. اسمش ساهاراست. زنش اینجا کار میکنه و بار داره. همینجا یه بازی فلشبک از زندگیشو میبینیم و خب ساهارای مزدوره و مردم بهش پول میدن یا به اصطلاح میخرنش تا براشون کاری که میخوانو بکنه و زنش هم پول میگیره تا برای بقیه خب کاری که میخوانو بکنه. بعدش این 2 تا آدم با هم نشستن و یه جوری مکالمه احساسی داشتن که اگه من خودمو بیشتر بفروشم تو میتونی خودتو کمتر بفروشی. و خب بعدش ساهارا پا میشه میاد دانجن تا زنشو نجات بده. راستش خیلی احساسی بود این صحنه. ما هنوز نرفتیم. آره. ما اینجا نرفتیم. ما اینجا تو نمی‌دونی کجا. ما هنوز زیادی توی دانجن بودیم. ما نمی‌ریم. ما اینجا خفشین.
نگران نباش، با هم دیگه از اینجا فرار میکنیم. با هم دیگه از اینجا فرار میکنیم. راه فراری نیست، هیچ راه فراری نیست. اونا فقط توی مزرعه بودن. اونا فقط به یکی نیاز داشتن. اونا فقط توی مزرعه گوش کن. اونا فقط به یکی نیاز داشتن. کجا میخوای بری؟ اینجا نمیتونی بری. تو به اینجا تعلق داری.